بات میکنند و مورد با یادآوری است که دسته رگاتادا 6 مرتبه این عنوان را به دست آورده است، یعنی قهرمانی جام تاجیکستان شده است و استقلال باشد 7 مرتبه. تو سال گذشته نتیجه هر دو دسته برابر بودند، یعنی 6 قهرمانی داشتند، هر دو دسته هم 6 مرتبه قهرمان شدند. البته در مجموع در بازی بین خودین دست 7 مرتبه در فینال اشتراک کردند که من در مورد بازی در رفت گزارش به شما معلومات میدیم. این هیئت دسته رگاتادا استانیول در تصویر ما شما این هیئت قرار دارد و مثل قید نمود که بهترین فوتبالبازان این تیم در میدان هستند، یعنی استعداد ندارند. من نوزیم باباجانوف و رسول پایز رو در نظر دارم. این هیئت دسته استقلال است. استقلال هرچند فرصت کمتر داشت برای آماده شدن به فینال، چون که اکثر فوتبالبازان این تیم در هیئت تیم منتخب بازی داشتند. در کنداری که اونجا اسکندر جلیلوف است. پرتافت نوبتی به شریدین بابویف، ارسال شریدین به داخل جریمه، ضربه جانب دروازه و چی است؟ گل! کامران ترسونوف در دو فینال پیام به طور دروازه دسته رگاتادا گل میزند و حساب بازی را کامران ترسونوف 1-0 میگرداند در دقیقه 12 رقابت. سال گذشته در فینال کامران ترسونوف در نیمه دوم رقابت به زدن گل دست یافته بود، اگر من اشتباه نکنم. ولی تو دقیقه 20 رقابت سال گذشته دقیقاً گل نبود در بازی. این دستو ببینید از کنار چگونه پرتاب گردید فتولو بابویف از موقع خود کمی پیشتر برآمد. میتوان تا نوزه او را هم گناهکار کرد در این گل، چون که موقع خود را از دست داد و کامران ترسونوف باشد گل زیبایی را به هدف رساند و حساب بازی را میکند و با هجوم پیوست میکند شریف ولی شیرو دفاعگر. ارسال به داخل جریمه، ارسال خیلی هم خوب است، باید پرثمر استفاده کرده شود. دوباره صداشتکش را بلند میکند. پینالتی است. دوستان عزیز، قاعده بازی ویران شده است. نصرالله کبیروف کارت زرد نشان میدهد به شهرام سلیمانوف. شهرام سلیمانوف پای نمیبرد که چگونه این قاعده تیزی است. پینالتی امکانات بهترین اکنون برای فوتبالبازان دسته رگاتادا است. قاعده بازی در داخل جریمه ویران شد و نوزیم باباجانوف توپ را در دست خویش نگاه می‌دارد. توپ را در نقطه ضربه 11 متره می‌گذارد و ما شما خوب پای می‌بریم که در فوتبال اون نفری که توپ را در نقطه می‌گذارد معلوم ضربه می‌زند. بار دیگر متوجه می‌شویم که چگونه پرتاب کرد آیت‌الله سفروف به داخل جریمه و چگونه قاعده بازی ویران شد مقابل فوتبالباز دسته نوزیم. ضربه و گل حساب بازی 1-1 در فینال جام تاجیکستان. صحبت را ادامه میدیم بینندگان ارجمند. رگاتادا حساب را برابر میگرداند. نوزیم باباجانوف بهترین فوتبالباز دسته رگاتادا است، حساب را برابر میگرداند. ضربه چنان قوی بود که اونجا رستم یتیموف حتی اگر دخیا یان اوبلاک همراه با رستم یتیموف قرار میگرفتن این حالت را برطرف نمیکردند. ببینید ضربه چنان قوی و چنان دقیق به گوشه بالای دروازه روان شد و چنان سرعت بلند داشت، هرچند سمت حرکت توپ را از با حساب 4-1 توانست غلبه خود را به دست آورد. اما با دور نوبتی یعنی با فینال ما از دسته استقلال رو خط گرفت. قاعده بازی در داخل جریمه ویران شده است و بازم نصرالله کبیروف یک مرتبه دیگر با همون نقطه‌ای که در نیمه اول اشاره کرد باز به همون نقطه اشاره کرد. پینالتی با قطعیت با باوری توم او اشاره دارد که اینجا پینالتی است. بر مقابل شریدین بابویف قاعده بازی ویران شده است. علیشیر شریپوف مازم فوتبالباز قاعده بازی را ویران نمود به اندیشه نصرالله کبیروف. احسان پنجشنبه پینالتی خواهد زد دوستان عزیز و فتولو بابویف میتواند دسته خود را از گل نجات بدهد. در نیمه دوم رقابت بازی زیباتر را ما از دسته رگاتادا نشان داد، ولی انا همین یک حالت میتواند نقشه های فوتبالبازان شهر ترسوزاده را برباد بدهد. احسان ضربه یووا احسان نتوانست توپ را به دروازه وارد کند و این البته اکنون به نفع دسته رگاتادا خواهد بود، چون که از جهت پسیکولوژی از جهت روانی گوییم
این پنالتی که نزد احسان پنجشنبه محض به نفع دسته رگارتا دست خواهد بود. عادتا هنگامی که یک دسته پنالتی نمیزنند دفاع بازی میکنه، یعنی کنار راست. هجوم خوفناک دسته رگارتا دست پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ناظم باباجانов، ناظم ضربه. آی 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 آی. ناظم میتوانست حداقل دسته استقلال را در همین حالت به نکداون برساند. ولاتستان بازی خوب رو نشان داد. توانستند علل خصوص در 90 دقیقه اول رقابت 45 دقیقه بهترین بازی بود. بعد از آن در نیمه دوم هم هر دو تیم تلاش زیادی جلو تکاپو کردند تا به زدن گل دست یابند، میسر نشدند با این کار و در 3 دقیقه من بعد هم دستوارشان تلاش کردند ولی خسته‌حالی و بیمه‌داری به نظر رسید. نوسته به این یک حالت خوب گلزنی رو فوتبالبازان دسته رگارتا دست به میارند. زویا جوراباєв نتوانست، فتولا باباєв توانست. سیو عالی زغندی انجام داده. ضربه و نه. عبدالمومن ظفیرов هم نتوانست او را به دروازه وارد بنماید. دی نوبت اسکندر، ضربه اسکندر و گل به گوشه پایین دروازه. ضربه خود را روان کرد اسکندر جلیلوف. حساب را توانست که 1-0 بگرداند. خوب میگردد. ضربه او و بازم با همان کنجی که چند قبل گل زد اسکندر جلیلوف. 1-1. نفر سوم حضرت دسته استقلال با پای راست ضربه خواهد زد. ضربه او و بازم به همان کنج ولی به گوشه بالایی. حساب بازی را توانست 2-1 کند. شیرزاد محمدی و این فوتبالباز نتوانست پنالتی را به هدف برساند. نیمی مایگری دسته رگارتا دست رستم یتیموف زوده برطرف کردن ضربه او برآمده توانست. ببینید همین است بلندی قلایی که من گفتم همین ضربه شیرزاد محمدیف است. از این قلای تر هم میشود یک کند. الکسی لارن ضربه او با باوری با قطعیت بدون یگان علیشیر شریپوف. ضربه علیشیر و توانست علیشیر گل به ثمر برساند. 3-2 جبران کند و استقلال را قهرمان جام تاجیکستان میگرداند. احسان پنجشنبه ضربه او و گل. نه، نصرالله کبیرов صداشتگش را بلند میگرداند و نصرالله کبیرov صداشتگش را به خاطر آن بلند گرداند که بازی به انجام رسید و در سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 4-2 دسته استقلال غالب میگردد. غالب جام تاجیکستان. بازی خیلی هم دشوار جریان گرفت برای استقلال چون که دسته رگارتا